به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 47 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 6 یونی سال 2024 تخمینا ساعت 15:00 دقیقه هنگامی در حدود جماعت دیهات رامید قرار داشتنش مرد 33 ساله ساکن ناحیه مشجع به یگان اساس او را مورد لطکوب قرار داده است. موافق خلاصه تشخیص سودی طبی جراحت برداشته جبری دیده همچون ضرر وزنی به سلامتی منسوب دانسته می شود. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. 11 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 15:30 دقیقه راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا پوچوقلوف بیروز سال 1992 ساکن ناحیه خراسان هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت ناحیه خراسان در حدود جماعت دیهات فخرآباد ناحیه مذکور از عهده دارای واسطه نقلیات نمبر آمده به اتومبیل تمغه تویوتا کامری تحت اداره رستمزاده ابوبکر سال 1998 ساکن ناحیه جمعی که از سمت شهر بختر به سمت شهر دوشنبه حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه مسافر اتومبیل تمغه تویوتا کامری حلیمو و مورغزار سال 1996 ساکن ناحیه جمعی جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. خود راننده کامری رستمزاده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در ناحیه سینو با عریضه مرد 40 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2023 هنگامی در کوچه گپرزم شهر دوشنبه قرار داشتنش مرد 50 ساله ساکن ناحیه شومنصور با روی فریب به باورش در آمده از او در سه حالت یک عدد اتومبیل تمغه مرسدس بنز ارزشش 150,000 سومونی، یک عدد اتومبیل تمغه لکسوس ارزشش 160,000 سومونی و یک عدد اتومبیل تمغه تویوتا کامری ارزشش 50,000 سومونی را طریق غیر نقدی نقدگذاری کرده گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما نامبرده واسطه‌های نقلیات را فروخته مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. ضرر رسانده شده 460,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد.